منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ماه مبارکی قرار داریم، ماه مهمانی الله سبحانه و تعالی، ماه رمضان. چقدر مؤمنانی که به خاطر رسیدن به این ماه مبارک و به این شبها و روزهای نورانی روز شماری می کردن. آری، همین دیروز بود که با ماه مبارک رمضان وداع کردیم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان مؤمنان حال و هوای دیگری دارند. نمیدانند چگونه از این مهمانی که آمد و به زودی از خانه ما رخت سفر بست وداع بکنند. واقعا سخت است، واقعا سخت است برای مؤمن و مسلمان که چگونه از مهمانی الله سبحانه و تعالی برگردد و با این ماه مبارک و با این ضیافت الهی وداع کند. اما بعد از روز شماری ها و بعد از ماهایی که گذشت، دوباره ماه مبارک رمضان با خیرات و برکات و با نورانیت و با رحمت و مغفرت و با دوری از عذاب و آتش الله سبحانه و تعالی آمد. ماه قرآن، ماهی که در آن قرآن کریم بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید. ماهی که سراسر مغفرت است، ماهی که سراسر رحمت است، ماهی که در آن گناهان ما انسانها بخشیده می شود. در سوره بقره آیه 185 الله سبحانه و تعالی می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصم. ماه رمضان آنچنان ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده است، قرآنی که هدایت و راهنما برای مردمان است و جدا کننده حق و باطل است. پس هر کس از شما ماه رمضان را دریافت آن را روزه بگیرد. میگوییم ماه رمضان ماه قرآن است. واقعا ماهی است که شبها و روزهای آن با تلاوت قرآن، چه در نمازهای تراویح، چه در نمازهای پنجگانه، چه کسانی که همیشه در ماه رمضان این مرحمت و این توفیق را دارند که قرآن کریم را ختم می‌کنند، حداقل روزانه یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می‌کنند، غیر از اینکه در نمازهای تراویح شرکت می‌کنند و در آنجا نیز قرآن کریم را میشنوند. ماه رمضان ماهی است که چنانچه در سوره قدر الله سبحانه و تعالی بیان کرده است، در ماه مبارک رمضان قرآن کریم بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است. این ماه ماهی است که در آن انسان‌ها از آتش دوزخ رهایی می‌یابند اگر که به قرآن کریم پایبند باشند، اگر که در این ماه توبه بکنند. این ماه اول آن رحمت است و وسط آن مغفرت است و در آخر آن الله سبحانه و تعالی انسانها را از آتش دوزخ نجات می‌دهد. برادران و خواهران عزیز و گرامی، الله متعال را سپاس می‌گوییم که روزه ماه رمضان را بر ما فرض گردانید. اینها همه بهانه هایی است که الله سبحانه و تعالی به وسیله آن می‌خواهد ما را از آتش دوزخ نجات بدهد. رمضان، حج، 10 روز اول ماه ذوالحجه، روزه ماه شوال، نماز، زکات، همه این امور بهانه‌هایی است که اگر ما
به آن عمل بکنیم و اگر ما به سوی الله سبحانه و تعالی برگردیم، الله سبحانه و تعالی به وسیله این اعمال ما را از آتش دوزخ نجات میدهد. الله سبحانه و تعالی به این عبادت ها، به این روزه گرفتن و نماز خواندن های ما احتیاج ندارد، بلکه این ما هستیم که به خاطر رسیدن به بهشت الله سبحانه و تعالی و رضایت الله سبحانه و تعالی باید این اعمال را انجام دهیم. ماه رمضان ماهی است که الله سبحانه و تعالی در آن رحمت خود را نصیب بندگان خود می کند. ماهی است که در آن رحمت بیکران الله سبحانه و تعالی نصیب کسانی می شود که در این ماه روزه می گیرند. در این ماه یکی از عبادت‌های بزرگ و یکی از عبادت‌هایی که الله سبحانه و تعالی آن را به طور خاصی بر ما فرض کرده است در این ماه انجام می‌دهیم. آن عبادت روزه است. ببینید یک انسان به وسیله این روزه می‌تواند چطور رضایت و بهشت الله سبحانه و تعالی را کسب بکند. یک انسان از شهوت، از خوردن، از نوشیدن، از همه اعمال زشت در این ماه دوری می‌کند به خاطر ترس از الله سبحانه و تعالی. در حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که روزه برای من است و من پاداش آن را می‌دهم. یعنی نماز بخوانیم، حج بکنیم، زکات بدهیم یا تلاوت قرآن بکنیم، مردم به شکلی از اشکال متوجه می‌شوند که ما این عبادت را انجام دادیم. فقط روزه است که از روزه‌دار بودن ما هیچ کس غیر از الله سبحانه و تعالی خبر ندارد. ممکن است کسی در خانه خود غذا بخورد و به مسجد برود در ماه رمضان یا بیرون از خانه برود، کسی نمیداند که این انسان روزه هست یا نیست. فقط الله سبحانه و تعالی میفرماید که فقط الله سبحانه و تعالی میداند که این انسان روزه هست یا نیست. پس این عبادت یعنی روزه ماه رمضان یا روزهای نفلی که ما میگیریم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در بین عباداتی که ما انجام میدهیم. ما در ماه رمضان باید نه تنها از خوردن و آشامیدن جلوگیری بکنیم، بلکه باید رفتار و اخلاق ما نیز در ماه رمضان تغییر بکند و این تغییر اخلاق و رفتار در طول سال بر ما تأثیر داشته باشد. مثلا یک انسانی اگر دروغ بگوید، اگر مال مردم را بخورد، اگر که غیبت بکند، الله سبحانه و تعالی به این که شکم او گرسنه باشد احتیاجی ندارد. پس وقتی که ما غذا نمیخوریم، وقتی که آب نمی نوشیم، وقتی که خود را گرسنه نگه می‌داریم، باید سعی بکنیم که زبان خود و چشم خود و گوش خود و همه بدن ما روزه باشد. چه به درد می‌خورد انسانی که روزه بگیرد اما به تماشای فیلم‌ها بنشیند، غیبت بکند، دروغ بگوید؟ این عبادت اصلا معنایی ندارد که انسان روزه باشد و این همه گناهان دیگر را انجام بدهد. پس ما باید زبان خود را و چشم خود را و گوش خود را و همه بدن خود را از اعمال زشت نگه داریم و اعمال زشت انجام ندهیم، همان گونه که خود را مقید کرده ایم که باید از بعد از اذان فجر تا اذان مغرب باید چیزی نخوریم و ننوشیم. و این جلوگیری کردن و این تزکیه نفس خود به خود بر اخلاق ما و بر رفتار ما تأثیر می‌گذارد. همچنین ماه رمضان ماه تنبلی و ماه خواب و کسالت نیست، بلکه ماه رمضان ماه کار، ماه جهاد، ماه عمل و ماهی است که در آن اگر تاریخ اسلام را شما مطالعه بکنید می‌بینیم بسیاری از فتوحات و بسیاری از غزوات بزرگ در ماه مبارک رمضان رخ داده است، مانند جنگ بدر، غزوه بدر که در آن تقریبا حدود 313 نفر از مسلمانان و لشکر کفار که بیش از 1000 نفر بودند پیروز شدند و یکی از پیروزی‌های بزرگ سیرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. همچنین فتح مکه، این روز بزرگ که در آن مسلمانان وارد مکه مکرمه شدند نیز در این ماه مبارک رخ داده است. و بسیاری از کشورها نیز در زمان حکومات اسلامی، در زمان خلافت اسلامی در ماه مبارک رمضان فتح گردیده است. پس ماه رمضان ماه
کار است، ماه جهاد است، ماه این است که ما خود را بسازیم، ماه این است که ما خود را در راه خدمت به خلق خدا و در راه خدمت به مسلمانان آماده بکنیم. متاسفانه میبینیم که در این زمانه بسیاری از مردم طول روز در ماه مبارک رمضان میخوابند و شبها را به شب نشینی و خوشگذرانی میگذرانند که این عبادت و این ماه رمضان اصلا معنایی ندارد برای این انسانها. اگر که ما در ماه رمضان تلاوت قرآن نکنیم، اگر روزه درست حسابی نگیریم، اگر که در ماه رمضان ما اخلاق و رفتار خود را درست نکنیم، اگر در ماه رمضان ما به مسلمانان و به کسانی که مستحق هستند کمک نکنیم، پس این روزه و این نماز و این اعمالی که انجام میدهیم معنایی ندارد. درست است شاید به عنوان ادای فرض مورد قبول واقع شود، اما هدف از این عبادت و فلسفه این عبادت برآورده نشده است. در حدیث شریفی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که هر عمل ابن آدم، یعنی فرزند آدم، از برای خود اوست مگر روزه که برای من می باشد و من خود پاداش آن را میدم. روزه از معاصی و گناهان جلوگیری می کند. پس هرگاه یکی از شما روزه باشید از بدگویی و سخن ناشایست و از فریاد کشیدن و رفتارهای احمقانه اجتناب ورزید. اگر کسی به شما فحش و ناسزا گفت یا با وی یا با شما به نزاع برخاست، یعنی درگیری بین شما و آن طرف رخ داد، به وی پاسخ ندهید. اگر ولو که به شما دشنام داد، پاسخ او را ندهید، بلکه بگویید من روزه هستم. و الله سبحانه و تعالی این عبادت بزرگ را به خاطر این میفرماید که روزه برای من هست و من پاداش آن را میدم. طوری که گفتیم این عبادت پنهانی است که غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر از این که ما روزه هستیم یا نیستیم آگاه نیست. در ادامه این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قسم یاد میکنند بدان کس که جان محمد در دست اوست، بوی دهان روزه‌دار که در اثر روزه این بویی که از دهان انسان پدید می آید در روز رستاخیز، در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی خوشبوتر از بوی مشک است. روزه‌دار دو شادی دارد، یعنی دو مسرت و دو خوشحالی برای او دست می‌دهد که دیگران ندارند. یکی به هنگام افطار که بسیار شادمان است از اینکه روزه گرفته است و روزه خود را با موفقیت به پایان رسانده است، و دیگری وقتی که الله سبحانه و تعالی را ملاقات می کند و از نتیجه روزهش و از پاداشی که الله سبحانه و تعالی برای او مهیا کرده است شادمان می گردد. دوستان عزیز و برادران و خواهران گرامی، نکته مهمی که در هر عبادت برای ما واجب است که آن را بدانیم اخلاص است. ما باید در عبادات خود اخلاص داشته باشیم و اگر که اخلاص در عبادتی وجود نداشته باشد این عبادت مورد قبول الله سبحانه و تعالی واقع نمی شود، و اگر نیت ما خالصانه برای الله سبحانه و تعالی نباشد این عبادت مورد قبول او واقع نمی گردد، بلکه کسی که نیت خالصانه به الله سبحانه و تعالی نداشته باشد فقط کاری کرده است که خود را به مشقت و خود را به سختی انداخته است، زحمت کشیده است، عبادتی انجام داده است، اما وقتی که روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر می شود هیچی برای او نیست، زیرا این عمل را خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام نداده است. پس هر عملی که انجام می دهید، روزه می گیرید، نماز می خوانید، حج می کنید، دعا می کنید، هر کاری که انجام می دهید باید خالصانه برای الله سبحانه و تعالی باشد. همچنین در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طوری که گفتیم بر تلاوت قرآن کریم در ماه رمضان که ماه قرآن از تاکید فراوان شده است، همچنین بر نماز تراویح که در این نماز قرآن کریم اکثرا در بسیاری از کشورها شبی یک جزء از قرآن کریم ختم می شود. باید سعی کنیم در این نمازها شرکت بکنیم، زیرا عبادت در این نماز ثواب فراوان برای ما مسلمانان دارد. و در شبهای
رمضان ما باید به ذکر الله سبحانه و تعالی و توبه و استغفار و خواست بهشت و رضای الله سبحانه و تعالی بپردازیم، زیرا در این شبهای رمضان و در روزهای رمضان درهای رحمت و بهشت و مغفرت الله سبحانه و تعالی باز است و شیطانها به غل و زنجیر کشیده می شوند و درهای بهشت بسته می شود و الله سبحانه و تعالی می خواهد که ما به وسیله توبه و روزه گرفتن و استغفار و ذکر و عبادت در این ماه به بهشت او تعالی نائل گردیم. پس ماه رمضان ماه مغفرت، ماه قرآن و ماه پیروی از الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک را ماه مغفرت و بخشش گناهان من و شما برادران و خواهران عزیز قرار بدهد. با امید این که با پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با درست انجام دادن عبادات الهی مستحق بهشت جاودان گردیم. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.